سلام علیکم یار دوستان محترم هواداری کانال و خصوصا مخلصای بابای عبدالغفار. من نمونه خربزه‌شون یک کمی از خربزه‌شون پخته است و با مخصوص برای افغان بزرگ کدام زکاتشون کرده است که چوبه همه خربزه اوورساز تو نمی بیاری. تو خربزه بچه‌ها گپ کردن که قوق شده است، این شده است و شده است گفته. انا برای همین سخنه همون دوستا نمونه خربزه برسادن افغان بزرگ برای همون مخلصاشون که دویم خربزه از بوی عبدالغفار خریداری میکنن. خدا نرخوش بعدا با در نوارای پره برای شما میبریم که انشالله شیرین ترین خربزه همه لذتش. امیدوار هستم که شیرین ترین باشه. نه خربزه 6 کیلو بلوبا تو 15 کیلو ما جوبش میکنم. تو 15 کیلو 15 کیلو خدا خیر خربزه است. ای دوستو گپ به درازا نمیگیم. خلاصه خوش خبر این که خربزه بوی عبدالغفار الکی به بزرگ برآمده شده است. در کسب کار بوی عبدالغفار خداوند برکت عطا کند و به مانند همین کس دیخونا را این کشور ما این جمهوری ازبکستان هر کسی که ما رو میبینه در نوارو میشناسد خداوند برکت عطا کند. ما یک سخن گفتنی هستم که من میندارم بسیار از متخصص جمهوری همسایه میرجلال که وای سهم ارزنده‌اش رو گذران در همین زمین. من برای مثال دوره بهترین داد همین زمین من با کسل دچار شده بود، اما آدم من یاردم کردم همین زمین من صحت شد، نه که زمین نابود نشه. خدا کن دیدگی بده من نشان داده بودم کسلیا و یک کسلی به دوره استاپستر ورمته با یک نمود دیگه دوره ما با معلومات میتیم درباره این دوره. در نواره آینده خدا خواهد در بابت اون دوره که میرجلال در همون لابراتوری خود برای بوی عبدالغفار ساختگی بود، همون دوره زده خربزه نجات دادن، منتداری کردن از اون که از اون شخصیت خدا خواهد بود در نواره آینده در بابت همون دوره ها سخن میکنیم با کسانی که در کار باشند. دیگه بوی عبدالغفار در خدمتند. 92 755 34 60. خدا نگهدار. کسب کاری من و کسب کاری اکای زفرا، کسب بوی عبدالغفار همش برکتی خداوند.